شما امت نمک نشناس، استاد حوزه علمیه خواهران هستم به نام زهره باجی. چطور اینو میشناختین؟ حالا میشناسین؟ میخواهم از طرح شورای شهر تهران برای ممنوعیت شکل لوله و دودکش که تحریک آمیز هست برای بانوان صحبت کنم، به ویژه بانوان. البته قشر واجناق باز هم داریم که برای اونها هم تحریک آمیز هست، اما من بیشتر روی بانوان فوکس کردم. آره. ببینید، و اینم اعلام کنم که من از طرف بانوان برای بانوان صحبت کرده و از ممنوعیت این لوله بخاری های وامونده در سطح شهر حمایت کردم. مشکل دیگری که ما بانوان داریم که اون هم باید تحریک آمیز هست، باید یه جوری بالاخره بساطش جمع بشه، این میکروفون وامونده هست. این میکروفون هم که جلو دهن من هست الان، این هم بسیار تحریک کننده هست و امیدوارم که در جلسات بعدی اینو جلو دهن ما نذارن، خیلی تحریک کننده هست وامونده. البته اینو میشه یه جوریش کاریش کرد دیگه، حالا میدونی چیه. اما مشکل اساسی دیگه که ما داریم چراغ قوه است. این چراغ قوه رو همجوری که میبینید این خب خیلی تحریک کننده است برای بانوان. گفتم اینم از سطح شهر اصلا جمعش کنن، اصلا احتیاج نداره شما دنبال نور بگردید، نور بر تاریکی پیروز، اصلا تو تاریکی بمونید، اصلا چیزای تحریک آمیز نمیبینید دیگه، احتیاجی به اینم نیستش که دستتون بگیرید. بعد این لوله بخاری های واموندرم که باعث تحریک هستن، اینا رو هم جمع میکنیم از سطح شهر که من با جمع کردنش و ممنونیتش من حمایت کردم. میمونه این میکروفون وامونده. گفتم این هم یه خاکی تو سرمون میکنیم، حالا خود جلو دهنمون هست و شوخش مجبوریم صحبت کنیم دیگه اون دیگه بالاخره کار دیگه، این اجبارا ما داریم تحریک میشیم و با این مشکل تحریک آمیز داریم دست و پنجه نرم میکنیم. اما اینو مطمئن باشید از سطح خیابون جمعش میکنیم. من خودم شخصا از این حمایت کردم و بهشون گفتم که اگه میشه همه رو از سطح خیابون جمع کنن که بعد جور داره ما رو تحریک میکنه. اینم که گفتم، اینم که قراره چیکار کنیم، تحریک میکنه ما رو، اونم جمع کنیم و میمونه اینم بالاخره گفتم یه خاکی تو سرمون میکنیم و برید دیگه، حرفی ندارم تا حوزه بعدی که ببینم من دیگه چی رو میتونم از سطح خیابون جمع کنم که تحریک آمیز است.